شب و روزت یکی شده. میدونه سرا اکثرش به خاطر کار و درآمده. اگه کار خودتو داری دیگه بدتر. باید به آموزش نیروهات، حفظ انگیزشون و کلی اتفاق دیگه فکر کنی. برنامه ریزی های دراز مدت و استراتژی های برندینگ و تبلیغات رو هم که جسارت هم بلد نیستی. برای هر کاری هم تو سیستمت خودت باید درگیر شی. تهش هم درست از کار در نمیاد. واسه طراحی خدمت و محصولت هم نمیدونی به چیش فکر کنی که تهش بفروشه. معلومه شب و خوابت نمیبره. خبر خوب اینه که اگه بتونی این اتفاقات رو تا جای ممکن بهینه کنی، بازده مجموعت 75% و درآمدت 33% افزایش پیدا میکنه. جواد چطوری به بهینه کردن کسب و کارت کمک میکنه؟ با تفکر طراحی. تفکر طراحی ابزار جواده. تفکر طراحی چیه؟ توسعه تفکر طراحی به صورت مدون و ساختار یافته برمیگرده به سال 1990 و کمپانی IDEO. این متد در 20 سال اخیر توسط کمپانی‌های بزرگی مثل اپل و پپسی استفاده شده. قاعده اصلی تفکر طراحی انسان محور بودن اونه. یعنی برای برنامه‌ریزی، طراحی هر چیزی و به طور کلی برای انجام هر کاری باید به انسان توجه کنی. روش‌های این رویکرد به نوآوری در ساختارها و افزایش خلاقیت کمک چشمگیری میکنه. لازمه تیم‌های تفکر طراحی میان رشته‌ای بودن اعضای تشکیل دهنده اونه تا بتونن به خوبی از زاویه‌های مختلف مسائل رو بررسی کنن. جواد اولین تیم توسعه دهنده تفکر طراحی در ایران و غرب آسیا است که هدفش آموزش تفکر طراحی و توسعه کسب و کارها با اونه. همین الان میتونی با سر زدن به جواد دات دیزاین برای تحول مجموعاتی کاری بکنی.